تصاویر جریان عملیات را نشان می دهد که برای رهایی 2 تن از شهروندان بلخی از چنگ آدمربایان در بخش‌های از ولایت بلخ انجام شده است. در این عملیات که منجر بر رهایی 2 تن از نزد آدمربایان شده، همچنان 6 تن از عاملان رویدادهای اختطاف شناسایی و بازداشت شده‌اند. نصرت الله متعال با بازداشت 2 نفر جنایتکارای حرفه‌ای ما رد برادر ما را پیدا کردیم که در یک زیرزمینی در قریه به نام عربای شور مربوط ولسوالی بلخ در زیرزمینی جای به جای بوده که به نصرت الله متعال قضیه را عاجل پیگیری کردیم و این برادر ما حاجی محمد امین مظلوم را از امی زرخانه امی دقیقه بیرون ساختیم. افرادی که از چنگ ربایندگان آزاد شدند در حالی که خوشحال هستند، اما قصه های تلخ از روزهایی که در بند بودند را این گونه حکایت می کنند. ما که در داخل نظامی زندان یا در محبس که بودیم، هیچ 90% ما احتمال زندان بودن خود ما فکر نمیکردیم. ولی که به امید خدا و به کمک امارت اسلامی افغانستان به کمک امیر صاحبای محترم ما که از این چنگ خلاص شدیم، دیگه خدا را 1000 بار شکر میکشیم. یک موتر آمد 4 نفر بود، چشمای ما بسته کرد، دیگه ما دیده نتونستم. ما را برد تقریبا 2 ساعت الا 2.5 ساعت. ما را بردن در یک جای در یک چاه انداختن. شب شد در چاه که انداختن و مدت 12 روز مدام داخل چاه ماندم. نزدیکان افراد ربوده شده که در برابر آزادی آنها هیچ پول پرداخت نکردند میگویند اختطافگران پولهای انگفت از آنها درخواست کرده بود. به هیچ کسی چیزی ندادیم و از مقامات دولتی، از بزرگان دولت خود تقدیر تشکر فراوان میکنم. واقعا همکاری که اینا کردن قابل ستایش هستند، قابل قدر هستند. اینا مجاهدین واقعی هستند. از سوی هم والی بلخ از تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی برای تأمین امنیت و مبارزه با اخلالگران سخن میگوید. در مقابل اختطافچی مجاهدین امارت اسلامی یک اراده و عزم راسخ داره و این کار در تمام کارهای خود اولویت میده. اراده باشه و کار تعقیب باشه، اولویت داده شود. ما به این مطمئن هستیم که به نصرت خداوند متعال این مردم به زودترین فرصت دستگیر می شود و قانون سپرده می شود انشاءالله. زموږ امنیتي ارګانونه تعهد او ژمنتیا لري چې د دغسې ناوړه فعالو او د دغسې جنایتکارانو په وړاندې به جدي مبارزه کوي او دوی ته به هیڅ د خوندي ځای نه وي. این افراد در حال از نزد آدمربایان رها شدند که جسد دکتر محمد نادر عالمی متخصص شناخته شده بلخ در بخش صحت روانی که 2 ماه قبل ربوده شده بود در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر مزار شریف پیدا شده است. در کنار این با گذشت بیش از 1 سال هنوز از سرنوشت عبدالرؤوف کودک ربوده شده بلخی نیز خبری در دست نیست.